بسم الله الرحمن الرحیم. اولوتان رینادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 146 مهندسی جهل رو با آشنایی با یک کتاب دیگر و ورق زدن یک کتاب قدیمی ترکی چند صد ساله به زبان ترکی در زمینه‌های تخصصی یا علمی و همچنین کتاب خطی و دست نوشته رو آشنا میشیم باهاش، به این امید که بتونیم در زندان مهندسان جهل یک روزنه‌ای به سوی بازگشت به خودمان و آشنایی با تمدن فکری و مکتوب ترک ها داشته باشیم. این کتاب رو باز میکنیم. تا اونجایی که یادم هست در جلسه قبلی محرره رو خوندیم که گفتیم اسمش یک کتاب دیگه است و اسم اصلی اون یک کتاب دیگری هستش که اگر بتونم پیدا بکنم خیلی جالب خواهد بود. دارم همون رو مقدمه کتاب بسیار بلند بود. کتابی توجیه خب از الان نگاه میکنم که ببینم این کتاب اسمش چی بود. نتایج الفنون، اسم کتاب نتایج الفنون بود. کتاب بسیار جالبی بود و در 1049 نوشته شده بود. حالا امروز اخلاقیات رو باز میکنیم که دوستانی که قبلا این کتاب رو نامگذاری کردن یه چنین اسمی برای اون برگزیدن. مثل همه کتاب ها اول کتاب رو به قدری کوچیک میکنیم که بتونیم ظاهر کتاب رو، گرچه ما کتاب کاغذی رو در دست نداریم، با کتاب PDF رو برو هستیم، اما بتونیم کتاب کاغذی رو ببینیم که چه شکلی هستش و در چه وضعیتی هستش. این کتاب فعلا ما با جلدش مواجه نیستیم. کتاب رو باز کردن، جلد رو باز کردن، در درونش اول صفحه 4887 نوشته شده و در پایین صفحه سلیمانیه کتابخانه مخرش رو خورده و اونجا شماره هایی رو نوشتن. صفحه بعد رو که وارد میشیم، دوست این صفحه همین بالا میبینیم که یه آسیب دیدگی هستش، احتمالاً کاغذی چسب شده بوده. اینجا هم همون رو میبینیم ولی با یه اضافه هایی در دو صفحه و کتاب از همین صفحه شروع میشه. نمیدونیم این بسم الله نداره، احتمال این که این صفحه اول نباشه یا بعد هم ناقص باشه هست. کتاب با چند تا حاشیه هم داره که حالا برمیگردیم ببینیم چی هست، چه زبانی هستش. همونطور که میبینید کادری فلانی نداره، با دو رنگ سیاه و قرمز نوشته شده که قرمزها فقط لغات یا جملاتی هستن که کلمات قبلی رو از بعدی جدا میکنن، به این معنی مثل کار لغت رو. صفحات بعد هم همینطور هستش ولی در صفحات بعد میبینیم که بالای بعضی از جمله ها و کلمه ها به رنگ سرخ یا به رنگ سیاه خط کشیدن و این رو حالا میخواد تأکید بکنه، احتمالاً که تأکید بیشتری بر اون داشته باشه. کتاب رو میبینید که از سه جهت، بالا سمت راست و سمت چپ یا بالا سمت چپ و پایین، میبینیم که خیلی سفیدی جا گذاشته و اجازه داده که خواننده ها بیان در اونجا فکر خودشون رو بنویسن. این همین نشون میده که این کتاب در گذشته دور نوشته شده و همین یک نشانه خودش یکی از نشانه های آن هستش که کتاب در گذشته های احتمالاً چند صد سال پیش نوشته شده. و همچنین ما یک چیز دیگری که میبینیم سطرها
به هم خیلی نزدیکن و همچنین میبینیم که کلمات هم خیلی به هم نزدیکن. این هم دوباره از علایم این هستش که کتاب ها در دوره های خیلی قبل نوشته شده. این کتاب در 354 صفحه هستش و در 177 صفحه PDF نشان داده میشه. صفحات هم به همین شکل ادامه داره. در این صفحه به بعد، یعنی احتمالاً صفحه 12 باشه، به بعد میبینیم که کلمات اولا خط عوض میشه. خطی که تا الان دیده بودیم، این خط صفحه بالا عوض میشه و همچنین نوک قلمی که نوشته میشد بزرگتر میشه و این نشون میده که احتمالاً نویسنده عوض شده و یا اینکه قلمی که در دست داشته احتمالاً شکسته و نوک رو تراشیده که نتونسته به اندازه اولی به تراشونه، یک چیز استاندارد نداشته. من یادمه در یکی از ویدیوهایی که حالا نمیدونم ویدیوی فیلم مستند بوده یا سریال بوده، یکی از ویدیوهای که دیدم که وقتی نوک قلم رو نی رو میتراشن، اون رو داخل یه وسیله میذارن که نشون بده استاندارد هست یا نه. یعنی اگر بزرگ باشه نمیره داخل اون رو میتراشن، اگه کوچیک باشه خیلی اونجا جا بغلش جا هست، اون رو هم باید یه جوری حالا از نو. و سبکش همون سبک هستش. حتی این قلم که عوض شد باعث شد حاشیه در حاشیه که جای زیادی میذاشت حالا سفیدی کمی برای حاشیه نویسان میذاره. در این صفحه هم باز با حاشیه مواجه هستیم که خود حاشیه هم به دو رنگ نوشته شده. این هم کار اولی که برای اولین بار در این کتاب میبینیم. دوباره همینجا هم همینطور و بعضی از صفحه ها حاشیه های زیادی داره. حالا حاشیه ها رو وقتی بخونیم متوجه میشیم که آیا این رو خود نویسنده نوشته یا دیگرانی که کتاب رو خوندن نوشته. ولی ما در این صفحه و صفحه های قبل میبینیم که آبرفتگی در کتاب هست، یعنی یک جورهای کتاب آسیب دیده ولی خیلی آسیب جدی به کتاب وارد نشده الحمدلله. دوباره خط عوض شد دوستان از این صفحه به بعد، یعنی این صفحه بزرگ بود و با یه خط دیگر و اینجا دوباره خط برگشت به همون خط اولی. احتمالا نوک قلم رو حالا دوباره درست کردن. عرض بکنم که این خط هم خط منحصر به فردی هست. هر دوتای اینها، هم اون خطایی که درشت بود و هم این خطی که الان هست کوچکتره. هر دوتا منحصر به فرده، یعنی استاندارد یا اون چیزی که ما میگیم دیوانی، خط دیوانی اون نیست. این مثل اثر انگشت اون نویسنده یا نویسندگان منحصر به فرده. در نتیجه خوندنش یه مقدار سخت خواهد بود ولی چاره‌ای جز این که ما تلاش بکنیم این رو بخونیم نداریم. دوباره وقتی این مطالب رو کوچیک می‌نویسه جای بیشتری برای حاشیه میذاره، ولی در دوباره وقتی بزرگ میشه قلم دوباره میشکنه و بزرگ میشه، دوباره ما اینجا همون وضعیت رو میبینیم، دوباره کوچیک میشه. هی این وضعیت ادامه داره، قلم بزرگ و کوچیک میشه. احتمالا این دو نفر این رو نوشته باشن و من تا الان که این کتاب رو تا اینجا ورق زدیم متوجه نشدم که این کتاب بسم الله داشته باشه و این احتمالاً نشون میده که یکی از صفحات در اول کتاب افتاده باشه. حالا برمیگردیم و میبینیم که چی هست. من یه مقدار با سرعت بیشتری کتاب رو ورق میزنم که ببینیم چی هست و بهتر از اون اینه که مثلا بریم صفحه 50 PDF. حالا این صفحه 54 هست، همون وضعیت هست با همون خطگانه و خطهای بالای جمله ها. بریم صفحه 100 رو ببینیم، خودش رو نشون میده و متاسفانه به کتاب آسیب هم زده. احتمالاً حالا این کسی که کتاب رو امانت گرفته بوده
نمیدونم به هر دلیلی یک لیوان آب رو ریخته روی کتاب، به هر دلیلی. و خود همین بدسلیقگی و پنطلق نشون میده که آدم ها کتاب رو میخوندن. به هر حال این هم یه بخشی از اون قضیه هست. با آنکه کتاب مثل خانه قیمتش بسیار گران بوده، ولی این کار رو میکردند. حالا اینجا ما در این صفحه 111 با یک کتاب مقاله، نگاه کنید، با یه چیز جدیدی مواجه میشیم در اینجا که حالا اگر این رو دوباره برگشتیم و تونستیم پیدا بکنیم، دوباره همون قلم تکرار میشه، میشکنه یا هرچی، یا آدم وقت اون نویسنده تغییر میکنه و یک کسی دیگری. شیفت، انگار شیفتی می نوشتن، یکی در شیفت کوچیک باش در شیفتش کوچیک‌تر می نوشته، یکی باش در شیفتش با قلم درشتر می نوشته. این رو انگار که ما میبینیم که در شیفت کاری این رو رونویسی میکردن. احتمال من میدم که این کتاب رو اصل نیستش در نتیجه، و کتابی هستش که رونویسی شده. بریم آخر صفحه رو هم ببینیم، صفحه 177 که بود یا هست، اونجا رو هم ببینیم که چی هستش. حالا به نظر میاد کتاب ناقص مونده. الفصل السابع من العادیه یا امادیه، العاشر من حالا اینو نگاه میکنیم ببینیم که چی هست، احتمالا یه چیزی از توش در بیاد. خب صفحات قبلی رو هم میتونیم همینجوری یه چند صفحه بالا رو ورق بزنیم، احتمالا بتونیم یک در این اواخر تبدیل میشه به سوال و جواب. کتاب حالت سوال و جواب پیدا میکنه. احتمالاً خود نویسنده به جای کتاب ارگویی اینجا با یک کتاب از یک کتاب دیگری احتمالاً نقل قول میکنه که چه چیزی هست یا چه چیزی نیست. خب برگردیم اول کتاب و ببینیم که چی هست. صفحه رو بزرگ میکنیم تا بتونیم یه مقدار را اون مهری که پشت کتاب خورده، یعنی این صفحه بالا، این هم در بالا هست، چطور اینجا وسط دیده میشه، این یه مسئله هستش که جالبه برای من. و این پایین صفحه هست. اگر اون صفحه پشتش نوشته شده باشه احتمالاً بله، من اون حدسم درست باید باشه. در اینجا ما احتمالاً با خط قرمز، اینجا که حالا کتاب رو بزرگ کردیم، با خط قرمز یه چیزایی نوشته شده که متاسفانه ما نمیتونیم بخونیم الان، و پایین همین صفحه احتمال میدم اینها مطالب در صفحه ها باشه یا فصل ها باشه، و در پایین صفحه یه مهر زده که مهر کتابخانه هست. حالا وقتی این صفحه رو ورق بزنیم، اون طرفش شروع بکنیم به نوشتن، این اتفاق میفته که اگر این مهر خیلی پر آبدار هست، رنگ جوهرش خیلی آب داره، این نفوذ میکنه و از اون طرف ما میبینیم. ولی این پایین صفحه است، در حالی که در صفحه بعدی ما همون مهر رو در تقریبا بالای صفحه میبینیم اینجا، و این نشون میده که یک صفحه دیگری بوده که اون هم مهر داشته یا یه چیزی اونجا بوده، یه کادری اینجا ساخته بودن، ولی اینجا کادرش 1 2 3 4 5 هستش. ببینیم اینجا هم 4 تا کادر، 5، این هم پدره. بله، این احتمالاً یه صفحه دیگری بوده، در اونجا یه چیزی نوشته می شده، یعنی نوشته شده بوده ولی متاسفانه پاره شده. حالا از طریق این شماره هایی هم که اینجا بود میشه فهمید که یه مقداری آیا این کتاب پاره شده یا نه. این صفحه 2 هست، این صفحه 1 باید باشه، پس باید احتمالاً، نمیدونم، به نظر میاد که یه صفحه گم شده. حالا اینجا همونطور که عرض کردم، این
کتاب خطی دست نوشته قدیمی هستش که مثل نویس اثر هر انسان که منحصر به فرده، این خط انسان هم منحصر به فرده و این خط هم در نتیجه متعلق به یک کسی هستش. حالا من اینجا میبینم به نظرم میاد نوشته آب دستون واجبات گاچتور، یعنی حالا اون چیزی که ما به وضو میگیم، وضو واجباتش چند تاست؟ جواب یه مقدمه‌ای داشته باشه، یه بسم اللهی بگه، یه چیزهایی رو بگه و بعد وارد بحث بشه. ولی یهو میبینیم که فقط آب دستون واجبات گاچتور به این وارد میشه، در حالی که از دین و یا حالا دین که نه بگیم از دستورات دینی که ملاها ساختن و اینها صحبت میکنه، ولی بدون بسم الله و بدون حمد الله و رسول و اینها صحبت میکنه. خیلی عجیبا غریبا این قضیه هستش. الجواب، جواب سوالی که خودش پرسید، آب دست ده اصلا واجب یقدر نتکیم بعضی مبصرات بیان اولون مشتور. این احتمالاً حالا اینجا یه چیزی نوشته شده که نتکیم بعضی معبرات بیان المشتور. من اینجوری معبرات خوندم، حالا این نمیدونم یعنی چی. اولون مشتور. سوال بعدی، bu fetvayı yani bazı ulema efendiler gördüklerin abdestde faraiz ve sünen ve müstehbat olarak vacip olmağı neden salavatda cümlesi vardır. Var bu şebihi حالا اینجا یه چیزی هم نوشته که تفضیل ile izale buyurup mesab ve ma'cur olan هستش. معجور اولان، معجور دارای اجر. این حالا دوباره الجواب، اینگار مثلا این سوال بوده، الان یه الجواب میپرسه. بعضی علما، ببین این حرفی که اینجا میزنه به نظر من حرفیه که نظر من رو تایید میکنه. میگه بعضی علما efendiler gördüklerin abdestde faraiz ve sünen ve müstehebbat olup vacip olmağı neden salavatda cümlesi var. Bu şebihesi ihtimalen tefsili ile azald buyurup azala buyurup مساب و معجور قضیه چی هست. احتمالاً هم درست نخوندم، ولی ظاهراً معنی اینه که بعضی از علما افندیler بزرگان gördüklerin یعنی اون چیزی که انجام دادن خودشون. اینجا görmek در زبان ترکی ما مثل زبان فارسی که بعضی فعل‌ها خیلی کاربرد داره، در زبان ترکی هم بعضی فعل‌ها به خصوص در آذربایجان görmek به معنی دیدن هست، اما خودش مثلا او ایشی gördün یعنی اون کار رو انجام دادی، اینجا اینگار که مثلا اون کار رو دیده. شنیدن که بود مانند دیدن قضیه هستش، یعنی که اینگار مثلا گفتن که حتما اون کار رو دیدی، گفته که انجام دادم. ها gördüm. این görmek به معنی دیدن هست، ولی به معنی انجام دادن قطعی کار هم گفته میشه. اینجا اینو میگه بعضی از این علما یه کارهایی رو خودشون انجام دادن و بعد که فکر کردن که خودش خب این فرایض هست، بخشی سنت، بخشی مستحبات و بعضیش هم واجب هستش. اینها رو میگه خود علما گفتن،
ربطی به حضرت رسول نداره. الجواب قال الفقیه ابو الکلمیس از سمرقندی یا ابو اللیث سمرقندی، ابو اللامیث السمرقندی یا از سمرقندی نی فی مقدمت المشهوره. حالا یه انسانی هستش که اسمشو نتونستم بخونم، قال الفقیه ابو اللیث میتونه باشه، اللامیث میتونه باشه، ولی سمرقندی هستش. اون در کتابش که احتمالاً هم به همین نام بوده باشه در مقدمه مشهوره یه چیزی نوشته در این باره. ثم اعلم، حالا پس بدان به ان الوضوء فرائض و سنن و مستحبات و آداب و مکروهات. میگه که این نویسنده فقیه سمرقندی در کتابش گفته که ثم اعلم، بدان، پس بدان که وضوء فرایض واجبات، یعنی سنن مستحبات و آدابن و مکروهات داره، یه عده آداب و مکروهاتی هم داره. قال شارح ها، اون کسی که نشسته به این کتاب شرح داده، کتاب از سمرقندی رو تفسیر کرده، اون گفته که قال شارح ها فی شرح المستمی به توضیح. احتمالا این هستش اسم کتاب هستش که شرحه المستمع به توضیح. نمیدونم این مستمع هستش ولی به همین شکلی المستمع میاد به نظرم، به توضیح. اون اسم کتابشو گفته مستمع به توضیح. حالا این چی؟ قال قلتو، اون گفت، یعنی نویسنده گفت، نویسنده اصلی، شارح میگه قلتو، منم گفتم. اون گفت ما الترا فی ان المصنف ذکر للوضوء فرائضا و سننا و غیر ذالک. حالا دارم یواش یواش به کتاب مثلا این غیره رو غیره نوشته، مثل که به هم چسبیدن دیگه. اون کشیده به یه ذره غ باید یک کشیده داشته باشه، دوم داشته باشه که ر بهش بچسبه، اون نداره. غ همینجوری مثل غ رو انگار غ نوشته، ولی این دیگه غ آخر اون نیمه کم کرده و حالا زیرش یه مثل چالما میگیم، مثل ساکین یه حرکتی گذاشته و غیر ذالک و هم یذکر له وجوبا. میگه که اون مصنف، نویسنده اصلی کتاب، اون از سمرقندی، حالا اینجا یک کلمه نوشته که ما الطرفی ان المصنف ذکر للوضوء و وضوئی فرائضا و سننا و غیر ذلك و هم یذکر له وجوبا و هم یذکر له. احتمالاً باید این هم بخونیم یا کم بخونیم، نمیدونم، لم بخونیم و لم یذکر له وجوبا. احتمالاً عربی اگر بخونیم باید بگیم و لم یذکر له وجوبا. میگه که مصنف برای وضو فرضیات و سنن و غیر ذالک ذکر کرده، ولم یذکر له وجوبا، اما وجوب رو ذکر نکرده. یعنی وجوب یه چیزی برای وضو گرفتن رو گلتو، من چی میگم، حالا این مشارح چی میگه، اون کسی که نشسته برای این کتاب شرح نوشته، فی عدم الوجوب فی الوضو، یک چیز، حالا نمیدونم چی این صرفیه چی هستش، نمیدونم، چیزی در وجوب واجب نیست و انما انتقا یا انتبقا عنه الوجوب
حالا یه مقدار عربی من ضعیفه دوستان، اینم رو هم باید بدونیم. این طبق برای همین هم خط بارم تازگی داره نمیتونم بخونم، و همین که عربی هم هست. این در وجوبه نیلن یلزم المساوات بین تابعین، احتمالا تابعین باشه یا تابعین باشه، نمیدونم. حالا اینجا هم دیگه متوجه نشدم. اعنی تبع الوضوء و تبع الصلاة مع ثبوت تنوقت بین اصلین. حالا دو تا اصل وجود داره، اعنی الصلاة و الوضوء و ذلك لأن الوضوء ضغط رتبه من الصلاة لأنه فرض كيفية وهو شرط والشروط اتباع والصلاة فرض. حالا از این قسمت رد بکنیم بریم عربی شد این جای کتاب که حالا توضیح میده، احتمالا میره صفحه بعد ترکی این رو باید الفصل ولا للوضوع واجبا فلذا لم یذکره. حالا اینجا یه چیزی گفته بود که برگردیم این سطر آخر رو بخونیم. اینجا آخر کتاب و شرحنا مختصرا غنیت المستمله و یقل منها ای الاغتال و الوضوء فرائض و سنن و آداب و من مناتون و لیس. حالا اینجا و لیس رو که گفت للفصل ولا للمفصلی ولا للوضوء واجبا فلذا لم یذکره. حالا میگه برای انجام دادن وضوء چیز واجبی وجود نداشته که بیاد ذکرش بکنه. Bir kimsene abdest alıp بعد istinca eylese abdesti bozulup bir dahi almak lazım midir. سوال میپرسه یه مسئله هست. چیه؟ یه شخصی bir kimsene یک شخصی آبدست بگیره. حالا آبدستی که در ترکیه امروزی در عثمانیه این یک کلمه ترکی ساخته است، همون که ترک ها زبان فارسی رو ساختن در هندوستان برای اینکه بتونن با هندی ها رابطه برقرار بکنن، اومدن از زبان خودشون استفاده کردن و کلمات ساختن به منظور اینکه بتونن نظامی ها بتونن به راحتی با مردم حرف بزنن، یه جورایی با مردم در اونجا بخشهایی از اونجا بتونن حرف بزنن، یه زبان رو ایجاد کردن. مثلا آبدست جزو کلماتی نیست که در زبان فارسی حتی در افغانستان رایج باشه. این کلمه اگر هم رایج باشه برای توالت هستش، ولی این در اینجا می‌بینیم برای وضو گرفتن که کلمه عربی هست به کار برده میشه. حالا میگه که bir kimsene abdest alıp، حالا یکی وضو داشته ولی بعد استنجا ایلسه، اگه بره حالا توالتی کاری انجام بده، آبدستی بزلوب bir dahi almak lazım midir. سوال میدور، یعنی میگه میدور علامت سوال هستش، میگه آیا این آبدستش وضوش از بین میره و باید از نوع آبدست بگیره؟ الجواب دگلدور، میگه اینجوری نیست. مثلا اینجا میگه توضعا ثم الاستنجا لم یغیر وضوعه. حالا اینجا این استنجا رو نمیدونم معنیش چیه، چون استنجا، حالا بذار ببینیم گوگل چی میگه. من اگه برگردم برم سراغ گوگل علیه السلام ببین که این گوگل استنجا رو چی میگه. اینم اینترنت ما چرا اینجوری شده امروز. بذارید ببینیم این استنجا رو چی میگه. استنجا اینجا فارسی شده، بذاریم ببینیم چی میگه. استنجا به معنی پاک کردن مخرج بول و غائط با آب، سنگ یا هر چیز طاهر دیگری باشه که پاک کننده باشد. این عمل بخشی از بهداشت اسلامی و به معنای تطهیر و پاکسازی شرعی بدن است و در قرآن روایت نیز به اهمیتان اشاره. خب به هر حال اینجا گفتش که پاک کردن
اگر این قضیه پاک کردن باشه، پاک کردن میگه که در حالی که ما میدونیم در شیعه این باطل میکنه، میگه الجواب دگلدر توزعن لم ثم الاستجاع لم یغیر وضوعه، استنجا وضو رو از بین نمیبره، زیرا آب دست آلوب تمام اطمنین اسنای حدس واقع السه یه ابتدادن آب دست آلمق لازم میدور یخسه باقی گالمق یتور. حالا اینجا یه چیزی گفته باقی یخامی احتمالا یتورر. الجواب خلال وضوح حدث بعد اتمام حدث gibi موجود سابعی ناقص دور. الله اول البته اول آب دست آلماق لازم دور بالا بالاتفاق. خب حالا به هر حال این که این رو ازش حکم شرعی در بیاریم در فکر این نیستم. قضیه اینه که میخوایم یک کتاب تخصصی در باب فقه رو میبینیم که به ترکی داره توضیح میده و بعضی جاهاش هم به فارسی به عربی توضیح میده. ما به این بخشی که با ترکی سرکار داره چیز داریم. بریم که صفحه بعد رو، من از هر صفحه مثلا هر 20 صفحه 20 صفحه پی دی اف یعنی 40 صفحه کتاب یه صفحه رو تلاش بکنم که بخونم. اینجا صفحه 20 رو ببینیم که اینجا چی هستش. یه مقدارم کوچیک بکنیم که احتمالاً در خوندن ما بتونه به ما کمک میکنه. اینجا در صفحه بالا گفته صورت برخی. حالا این قرمزها خیلی از بین محرر ولایتینی تحریر ایلدیگی زمان مرگومونون خمرلرینین ازی مقابلسinde برله بی مقطوع حرفی چیدن الکسر. حالا این چی هست نمیدونم، بعضی از چیزها رو نمیتونم بخونم، به هر حال باید اینها رو آکچه تحریر ادوب مرگومون دخی علی الان böyle vere kelimetler iken emin mezbur emr kalbine qadir olur mi. حالا اینو دیگه متوجه نتونستم بخونم چون بعضی از کلمات رو واقعا نمیتونم بخونم و نیاز داره که آدم این کتاب رو یه چند صفحه بخونه با این خط آشنا. میر قیمتلerinden عشر. حالا اینجا اون بالا عشر مالیات بوده، 1/10 احتمال میدم 1/10 رو بهش عشر میگفتن. حالا اینجا دوباره اگه برگردیم این عشر رو میپرسه احتمالاً محرر ولایتی تحریر ایلدیگی زمان مرگومونون حالا خمرلرینین، یا اینجا حالا یک چیزی هستش که من خمر میخونم احتمالاً یه چیز دیگری هم باشه. ازی مقابلسinde bir وجه مقطوع حرفی چیدن آلریز آقچه تحریر ادوب. حالا اینجا من اونو نتونستم به این وصلش بدم، انگار که مثلا ناقص کتاب. تحریر ادوب مرگومون دخی علی آلان یا ای آلان böyle vere kelimetler iken emin mezbur عشر کلبنه قادر olur mi. احتمالا الجواب
zilerin xamir qiymətlerindən əşr əxz olunmak meşru değildir. Eğer harfi çiğden. حالا این مثل حرف نیستش. هر فوچیدن آلنان الشر akçe fuzici içinde olan hamrın kıymetinin eşri ise hak şer'i akz olunmuş olur. Emin ziyade talebine kadir olan zu olmaz, kadir olmaz ve illa olur mahru sair mührez ve sair vükelâ-i sultanın a'mali şer'i mutahhareye muhalif olacak معبره değildir. حالا اینجا اون چیزی که میفهمم، حالا هم به خاطر ترکیه من هم به خاطر این کتاب که معنای این چیزی که نوشته یه مقدار موندم. مثلا این خمیر چی میتونه باشه؟ یا احتمالا خمر قیمتلerinden، یعنی خمر اگه باشه یعنی اون کوزه های سفالی بزرگی که به عنوان برای نگه داشتن غذا استفاده می شده، اگر اون باشه یه چیزی، خمر باشه یه چیز دیگه است. قیمتلerinden عشر اخذ اولونق مشروع değildir. میگه نمیشه از اینها قیمت اون مالیات رو 10% رو گرفت. اگر اینجا حالا این هر رو در بالا هم دیدیم ولی باید برگرده آدم بفهمه که این چه شکلی نوشته میشه. اگر هر فوچیدن آلنان، حالا این فوچینه چی هستش نمیدونم. الشر آخچه از هر کدوم که 50 سکه بیاد، حالا یه پولی بوده، یه فلزی بوده، خیلی از آهنم بوده آخچه، به اون میگفتن آخچه فوزیجی ایچینده اولان خمرین قیمتین. اینجا خمر احتمالا باشه، اینو باید خمر بخونیم. حالا خمر در زبان عربی به معنی مشروبات هم اومده ولی اینجا به نظرم میاد که این نیست. قیمتونین اشری ایسا حق شرعی اخذ اولونموش اولور. حالا دیگه بریم از این صفحه هم بریم صفحه 40 PDF و اونجا ببینیم که چه خبره. دوباره همین صفحه رو ببریم بالا ببینیم که آیا اینجا میتونیم یه محل هر ایکی المجمع شریف بنا ادوب، مسجمه شریف bina edip imamlarına ve huzurlarında ve زنlerine ve vazife için مخلوط و مشاع bir miktar نقود و وقف edip ve iki لسبه شریفه. حالا اینجا شریفه bir متولی نسب edip و وقف ایله والی و نقودی ضبط و ترک ایلیوب و تصرف ایلیوب. حالا ربحون جمع و تحصیلی ادب iki وقفون مرتزق سنه تعیین ایله والی üzere vazifelerin vermek şart eyliyor. Ya tafiş salsın senden bir ve şart vakıf üzere
توی حالا این کلمه چی هستش؟ بو وچی اولاره ضبط و تصرف ایده گeliş iken hal bir mescidin cemaati biz mescidimizin ayesini ya içerisini, ihtimalle içerisi başı, içerisini afraya üzere rüz ahar el raya da za arraya rüz hasabi üzere diğeriz yüb alıp tasarrufe qadir olarlar mi. حالا اینجا دوباره یک سوال پرسیده در رابطه با مسجدی که وقف شده. اونجا یه امام جماعتی گذاشتن، یه وقفی براش انجام دادن. حالا یه کسی بیاد این وقف رو، یه منافع وقف رو یا خود وقف رو تصرف بکنه و ازش یه استفاده هایی بکنه. حالا اونجا میاد یه سوالی میپرسه که من کاملا دیگه باهاش آشنا نشدم. الجواب، حالا این رنگ قرمزایی که پریده احتمالاً الجواب هست و یا یه اشاره به کتاب مثلا. حالا ببینیم چی میشه. olmaz şart vakıf ittiba vaciptir. Şart vakife ihtimalen ittiba vaciptir. Mütevellinin xıyaneti olup zahir olursa gazi azl edip yerine آخری نصب eder. تصرف gazinin. حالا اینجا یک کلمه گذاشته که دو قرمز هستش. این چیه؟ وقتی الاشتباه و نظائر البزازیه الخلاصه. حالا اینا اینجا دیگه میاد به کتاب‌های خاصی اشتباه. مثلا یک کتابی است احتمالاً الاشتباه و النظائر آدم یک کتاب هستش و البزازیه یک کتاب هستش، مثلا هم یک کتاب هستش. حالا اینجا یک قرمز نوشته شده که از بین رفته متاسفانه. مسجد شریفه bir miktar akçe vakf sahih ile vakf eyliye ki nazara حالا زنم فاسد olan akçenin rebhini mütevellisi akhz edip imam ve havazinlere verip. حالا این حوازه چی میشه؟ حواظنler verip بعد فود و از زید و فی به وجه دخی به وجه ایله و gazet üzere و گزیت üzere تعامل olunur iken. حالا دیگه کتاب ترکیه عرض کردیم، اینم صفحه 40، بریم صفحه 60 یه مقدارم از اونجا بخونیم. حالا این کتاب یه مقدار در خوندنش خیلی با مشکل مواجه شدیم. علتش هم این هستش خطش خیلی چیز است. زیرا امامه زیر bir imame gerendaşım ruhi için bir yom birer eşer şerif ve ayet ile sana sende حالا چی؟ سنسنده احتمالاً یعنی در سالگردش. بین آکچنون ربحینی. ربح در حالا اون شیعه سوده دیگه. اینجا هم میگه بین آبچنین ربحینی ورعیم دسه امام دخی بعد قبول احتمالاً باشه. زیربر نمیدونم زیبر یا زیربر قاç sene مبلغ مزبورون ریپینی ورمسه و مبلغ مزبوری istemeden afrana edip آخراز edip teslim mütevelli ve teslim şer'i etmese zeyd fakirul mal
المغل امام البته مبلغ مزبورون ربحini اخذ ederim demek قادر olur mi؟ حالا این یه پولی رو داده، قرار بودی که سودی بهش بدن، ربحی بهش بدن، مثلا 1000 آخچه داده بوده، آیا مثلا میتونه این رو با زور بگیره ازش یا نه؟ که اینم olmaz وقتی دخی ایلمیش olsa محتاج olup teslimi şer'i olmayacak. Gazi fasl ederer. حالا دیگه بعضی از کلمات رو واقعا چون پریدیم دیگه، حالا چشمم خیلی عادت نکرده، در خوندنش هم سختی میکشم. مثلا این چی میتونه فلیف کم افراز و وقف اتمیش olmaya. خب بریم صفحه 60 کتاب، باز ببینیم که آیا ترکی هستش یا نه. 80 پی دی اف ببینیم که این 80 ببینیم که چی هستش. حالا این سوال بوده، جواب این هست، الجواب احتمالا باشه یا الباب. olmaz caninde bey tamam olup mebi ömrün melkine dahil olmuştur. mebi emrün، امر و عمر این دوتا در نوشتن. عمر واو نداره در آخرش، امر در آخرش عمر واو داره. این عربی حالا اینجا یه استثناء هستش، عمر آخرش واو نداره، بعد از ر واو نداره، در امر واو داره. امرون olmaz جانبیندن بیع تمام علوب مبی امرون ملکنه. حالا اینجا مثلا ملک رو دیگه تشخیص دادیم، اون صفحه قبلی به نظرم همین بود. داخل علموش دور بعد ذالک فسخ و رد اولونماز، وقتی یه کسی رو خرید داخل ملکش شد دیگه نمیشه اون رو فسخ کرد و رد کرد نمیشه، الا به ترازی، مگه اینکه هر دو طرف راضی باشن که فسخ بکنن. حالا اینجا دوباره با یه با رنگ قرمز نوشته که به ترازی ولی اقرار احتمالاً باشه یا اقاریر احتمالاً. من الاول، حالا اول بی الاولیه الرعایتو غیرهما زید امرون ثمن معین ایله bir مقدار اسباب اشر altınlık ve اوج altınlık اسباب alıp bagının bagi akçesin akçesin 3 güne ve kira محل اولوب بعده bir ve yana bir احتمالا bir yöne düp ulaşıp son murur بعده geldikte اسبابی alması اسبابی آخره بیعه قادر olur mi؟ اینجا هم دوباره بعضی از کلمات رو نتونستم بخونم، ولی به هر حال در رابطه با اینه که اگر یکی یه چیزی رو خریده باشه، یه بخشی از بهای اون ثمن بهای مشخص کرده باشن که به این قیمت دارن اینو میفروشن یا خرید فروش میکنن، یه بخشی رو داده باشه و یه بخشی رو گفته باشه مثلا 2-3 روز دیگه میدم. حالا بعد از این آیا میتونه مثلا تغییری درش ایجاد بکنه یا نه، داره یه چنین چیزی رو میپرسه که عرض کردم کتاب خیلی تخصصی هستش. بریم صفحه 100 و من متاسفانه هم لغات اینجا رو نمیدونم که وقتی آدم یه متنی رو میخونه وقتی با لغات کلیدی اون بحث آشنا نیست
تصوری از نوع کلماتی که در اون رشته وجود داره هم نداره و این باعث میشه که نتونه تجسم بکنه که چه کلمه‌ای ممکنه با این وضعیت نوشته شده باشه. حتی اگر درست هم نوشته شده باشه، به خاطر اینکه ذهن ما آماده نیست نمیتونه اونجا رو بخونه، مشکل ایجاد میشه. به خصوص حالا اگر این با دستخط نوشته باشه دیگه دوباره سخت‌تر میشه. این کتاب در رابطه با به نظر میاد در بخشی از این که البته مسائل شرعی هست، یعنی از نظر شرع داره کتاب بررسی میکنه، خودش یه تخصص بسیار جدی هستش و تازه میره به طرف وقف و اینکه در وقف یه سودهایی، یه فعالیت اقتصادی انجام میگیره و این فعالیت اقتصادی چند نفر درگیر هستن. حالا این در این درگیری ها چه اتفاقهایی ممکنه بیفته اینها رو داره بررسی میکنه. خب بسیار بسیار کتاب تخصصی هست و من در زبان ترکی عربی هستش. در من که در این زمینه هیچ کتابی نخوندم، حتی در حوزه هم که بودم من در رابطه با بیع یعنی خرید و فروش هیچ کتابی فقهی رو نخوندم، در نتیجه با اصطلاحاتی رایج در این رشته آشنایی اصلا ندارم و به خصوص که من در ترکی هم بسیار بسیار ضعیف هستم و خب در نتیجه نمیدونم اصطلاحات فقهی در زبان ترکی چه معادل هایی دارن. این هم یه مسئله هست و اینکه این کتاب هم دستنویسه و خطش هم تغییر میکنه، در نتیجه با مشکل مواجه هستم. این دی خالص مال بیعه دارالحد بدن، حالا سیما اولونموش هر زمیه جاریه اشتر ادوب تصرف اتمک جایز اولور می. حالا ببینید که بخشش رو نتونستم بخونم ولی حالا الجواب جایز دور من مسائل. حالا اینجا مثلا یه چیزی نوشته مثل شتی یا شمی که من شیء میتونه باشه، شیء من بیوع الدرر، درر النور، احتمالا اسم کتابه شیء من بیوع الدرر الالوز و مسائل منصوره من باب سلم من بیوع الهدایه. بیوع میدونین که دوباره همون خرید و فروش هستش، به معنی اون هستش و غیرها. زید چایرلرینی چالمیرلرینی، حالا این دیگه چی هستش نمیدونم دیگه، واقعا قرمزم نوشته شده یه مقدار رفته. حدود معینه سیله، حدود معینه سیله امره بی و قبض ثمن و تسلیم بی ایل ادب. ادب حالا اینجا یواش مثلا من ادب رو الان میبینم که دیگه لام نیست، این یه هستش که دندانه یه مثل لامه. خب ادب امر bir iki sene بعد التصرف bazı kimseneler bila izn çayre mezburle atlerin gasben otladse, atlerin gasben otladse otsalar امر معنی قادر olma çayırlarını، çayırlar نمیدونم حالا این çayırlar چی هست، çayırlarını verip akçesini almağa قادر olur mu؟ حالا اینجا هم انگار که زید و عمرو دو انسان، در زبان عربی دو تا نام هستش که در کتاب‌های آموزشی قدیمی به عنوان دو طرف معامله انسانی یا انجام کار اینها به کار میگه. یکی زید، یکی که امره. ضرب زیدون امرن، زید همیشه امر رو میزنه مثلا،
این در ادبیات میخوان حالا اینو بازشکافی بکنن. در حقوق هم همین، زید یک کاری با امر انجام میده یا کاری خودش انجام میده. این زید و امر دو تا نمونه اسم دو تا انسان هستش که انسان فرضی هم هستن که میتونیم جای خودشو بذاریم علی و حسن مثلا این کارو کردن. خب حالا میگه که زید یه چیزی رو، نمیدونم اسمش چالیلر هستش، یه چیزی رو با یک مبلغ معینی میخره، قبض رسید هم میگیره. ببینید در اون زمان از قبض رسید صحبت بوده. قبض یعنی قبض پول، یه پول گرفته زید از عمرو و رسید داده که آقا من از تو اینقدر پول گرفتم بابت این، حالا هر چی هست، و تسلیم به حالا اون چیزی که مورد خرید فروش بوده میگه آقا اینم مال تو، بگیر، مال تو، از اینجا تا اینجا. اگه زمین باشه مثلا این مال تو، از اینجا تا اونجا. نشون داده مرزش رو، مرسش رو، مرسین جور زده چی بودن براجان سننده، این از اینجا تا اینجا مال توه. این حالا یکی دو سال همین دستش بوده و یه عده میان میگن آقا اینجا مثلا فلانه، میان شروع میکنن به اسباشون رو اینجا اتراق میکنه، میذارن اینجا مثلا اینجا اوت علف رو بخوره مثلا. میگه حالا این آدم زورش نمیشه، زورش نمیشه به اینهایی که اسباشون اینجا رها کردن بره بگه آقا اسباتون از اینجا بیرون بکنید، میترسه، نمیدونه. میگه آیا میتونه، قادر هستش که حالا 2 سالم ازش گذشته از این خرید و فروش، بره بگه که آقا زید بیا این پول منو پس بده، این زمین مال تو. میگه اونم رضا نداره تغییر بده. حالا اینو داره بررسی میکنه که این اتفاق هنوز هم در اغلب کشورها اتفاق میفته. مثلا من این رو دیگه حالا از اون سرزمینی که کردن، حالا برای خودشون هر کسی توی منطقه‌ای تعداد انسانی اونجا زندگی میکردن و عمرشون میگذشت. یه روزی یه تعداد تفنگدار انگلیسی با کشتی اومدن این ساحل و پیاده شدن، دیدن اوه یه سرزمین بزرگ، حیوانات وحشی زیاد و آب و هوای خوب، باران زیاد و اینها وجود داره. گفتن چرا ما این آدم ها رو نکشیم و مالک زمینشون نشیم. اینا هم که دستشون حالا بزرگترین اسلحه‌ای که داشتن یه سنگ بود که مینداختند، با دستشون سنگ، یا مثلا یه تیرکمانی درست کرده بود، احتمالاً تیرکمان هم نداشتن، حتی احتمالاً چاقو هم نداشتن، احتمالاً چاقو هم نداشتن، یعنی فلز رو آب نکرده بودن، حالا به هر دلیل. اینها که تفنگ دارن و چاقو دارن، شمشیر دارن، انگلیسی ها، سربازان انگلیسی، نه خود شاه انگلستان ها، خود سربازانی که معلوم نیست، میان و اینها رو میکشن و این زمین ها رو صاحب میشن. حالا اینجا یا میاد مثلا میگه آقا اینجا مال منه، اون صاحب زمین که از یکی دیگری فرض بکنیم خریده بوده، اون دیگه زورش به این انگلیسی ها نمیرسه که اینها رو از زمینش بیرون بکنه. چیکار میتونه بکنه؟ آیا میتونه بره اون مالک قبلی رو که یه مقدارم زور داره یا نداره بره بگه آقا بیا من پول منو پس بده؟ خیلی مسائل جدی رو داره میگه. این اتفاق در آذربایجان هم افتاده. حالا اگه برگردیم به تبریز و اطراف تبریز و اورمیه و نمیدونم برگردیم به جاها، مثلا فکر بکنی که این قرداغ 10 معدن وجود داره در زمینهای ما. پدران ما، پدران خود من 800 سال در اطراف روستای کلان و روستای کلان مالک بودن. حالا یه معدن اینجا به وجود دیده میشه که اینجا یه معدن وجود داره،
آیا فارسا حالا فارسا زور داره، دستشون هست، میان این معدن طلا رو، این معدن مس رو، این معدن فلان رو از این روستایی که مال ما بوده هزاران سال، ما اینجا داوارهامون رو، گوسفندام، تمامی حیوانات رو اینجا میچروندیم، اینجا ازش استفاده میکردیم، زندگیمون بر اساس اصلا این زمین ها استوار بوده. حالا یه عده زورداری اومدن گفتن اینجا این معدنه، ما این رو میدیم به روسا، میدیم به چینی ها، میدیم به فارسا، شما دیگه زندگیتون اینجا فلج میشه، زمین شما رو اشغال کرده. بریم صفحه 120 ببینیم اونجا هم ترکی هست یا نه. میگه باغین قبل الادافق اولسا امر باقی آقچسین گیرو زیدیدن اخذ و اخذ قادر olur می. الجواب olmaz. حتی زید فوت olsa ترکسیندن almaz مفلسن نوت یا مفلسن نوت olmuş olur. حالا اینجا یه کتاب یه چیزی به عربی با رنگ قرمز نوشته که دیده نمیشه، الرعایتو و التوفیق. حالا اینجا زیدون غیر، حالا اینجا یه دوباره یه چیزی نوشته که نمیدونم چی است. اولان امر دینینی و بنرون حواله ادب. بکرون امر اولان امر دینینی بکرون، این سومی شخص. حالا حواله ادب üçü dahi razı olsalar بعد القبول بنر مبلغ مزبوری زیده بکر، مبلغ مزبوری زیده ورمیجک امردن طلب و اخذ قادر olur می. حالا سه نفرن، یکی یه پولی رو داده به یکی، ازش طلب داره از این نفر دوم. این نفر دوم یه پولی رو داده به یا یه چیزی رو داده به نفر سوم. حالا آیا این نفر دوم که وسط هستش میگه آقا من یه بدهی، یه طلب از نفر سوم دارم، تو به جای اینکه بیای از من، از نفر اول میگه به نفر اول میگه تو به جای اینکه بیای طلب از من بگیر، برو از اون بگیر. خیلی تخصصیه، خیلی تخصصیه. انگار که مثلا من یه چیزی رو به شما میفروشم، یه پولی از شما طلب کارم، شما میگید آقا این طلب تو، من از بابک یه طلب دارم، تو برو از بابک طلب من رو بگیر. امروز البته زورگیرها هستن، هم در کانادا هست، هم در همه جای دنیا هست. زورگیرها الان این کارو میکنن، میگه آقا یه پولی به من بده، من میرم بدهی شما رو یا چک شما رو از فلانی طلب میکنم، میگیرم، نقدش میکنم. این هست. خب این صفحه هم که دوباره ترکی هستش. کتاب خیلی تخصصیه و خیلی هم فقهی هستش و ما چند صفحه ازش رو خوندیم. حالا بریم صفحه 60. نمیدونم، احتمالاً 40 باید رفتیم بیشتر دیگه. حالا بریم صفحه 60. این صفحه 60 باشه. ببینیم اینجا چی هست. دوباره برگشت به آبدستون سنتی و فرزینی و نمازون سنتی و فرزینی و گنوتین bilmeyen kimseler ziyan üzerine şahadet etseler Zeyd
kimseler Zeyd'ün üzerine şahadet etseler, Zeyd ta'an edip احتمالا شاهد باید بخونیم اینا، şahitlerin kabul etmedikler qadir olurmu? Cavab, abdesti dürüst olup və namazı dürüst qılıb və qunutun bədəlini bilib, adillər isə şəhadətləri istima olunur. شهادت احتمالا همون، من شهادت میخونم این رو، ولی اینجا شهادت نوشته. شهادت الوقاید. زید بصری ایکن صراط العمی علوب، یا صراح العمی علوب، صراح العمی یعنی بیناییش کور شده. بصری کن که حالا چشم داشته ولی صراح الاعما شده، علوب، و بصرنده شاهد علوب. حالا این شاهد من نمیدونم چی میشه. علوب بعد اعما اولسه، اعما ایکن خصوص مزبوره شادت میشه. بعد یه اتفاق میفته که چشم بیناییشو از دست میده. حالا وقتی بیناییشو از دست داده، برای یک موردی که شاهد بوده آیا میتونه شهادت بده؟ شهادتش قبول هست؟ اینو داره میپرسه که ببینید چقدر تخصصیه. الجواب علماز و المسئله علی نحل نمت المذکوره فی الهدایتی و الکافی زیدون متوفانون ذمتinde bir miktar akçesi olup yeniden terekesinden ve az ileyhi olan varesesinden talep ve dava edeler mecburun münker olup مدعیاً به نه طلب اولونر. حالا دیگه این هم یه مسئله استش که خیلی چیز هست. بریم صفحه آخر کتاب رو یه ورق بزنیم و البته اگه باشه یه 2 صفحه شو بخونیم که ببینیم آیا میتونیم یه تاریخی، یه اسمی از کتاب در بیاریم. من الان اینجا الجواب اولانی زلندی جهتن، حالا اینجا زندی جهتن، تمام اولانی نقصنه سعی باطل دور سنی حاجبی داماد جانینه بنا ایلیه استرداد ادر. حالا من الرابع من دعوا جواهر الفتاوی. و حالا نمیدونم چرا من به نظرم میاد که الفصل الثالث و بعضی از جاها به نظرم به کتاب خیلی افتاده، مثلا یهو از اینجا که میاد یه صفحه بعد مثلا از فصل الثالث یهو میرسه و الثالثه و ثلثن من الامادیه و الرابع و الثلاثین من جامع الفصولین والممالد والکفالد من عنایت چی هست هدایه. مثلا یه جوری میگم به نظرم کتاب خیلی از صفحاتش تا اینجا که خوندیم مثلا صفحه بعدی با صفحه قبلی نمیخونه، ادامه دیده نمیشه. حالا اینجا هم یهو از اون بحث اصلی که بود یهو وارد میشه به حالا غایت. حالا اینجا آب هم ریخته و کلمات هم یه مقدار بیشتری از بین رفته. هم غایت اولدویا دمدن اسیری سن اسیر ایلدون خواه طلب. حالا اینجا این خواه هستش چی هستش؟ طلب و دعوا ایلده ایلسه یا ایلده
mergumler olacak iki kimsene gelip. حالا اینجا دوباره افتاده مقدما işbu farzun menziline varıp gelir iken biz gördük. حالا این چی هست؟ همون کلمه تکرار میشه. مشاهدت الملکنه الاملاکنه اسیری زی. حالا یه اسیر احتمالا یا زی یا ایام قوم اسیر edip فایبت olur می. اینم که دوباره سوال چیزی در رابطه با تاریخ دیده نمیشه. ببینیم var ise olmayacak yemin ile iltifa olunur. Bazıhu min el-fasl rabi'i min قد اتاء رخاینه. نه چیزی دیده نمیشه. بذار ببینیم حالا در صفحه بعد میتونیم یه چیزی. اوقاف حاوی المنت فوت اولوب یا قوه اولوب ve zeyni terk eyledikte cümle mali ana muntakil oldukta belerin müteveffiye mezburenin babasının bina ikamet beyne eylese gengi beniye eyle amel olunur. Aşr mukaddemen bilerin beyne sile bünyesiyle gaza ve hükm olmadı sa anın münaketane hiç birisiyle amel ve hükm olunmaz. Bab dava alınıp dava ad-duralul olur. الفصل السابع من الأمادية العشر من جان الفعولین. نه هیچ چیزی نیست ندیده. اولان امر و مستحق چکوب سرگرد ادوب. نه انگار که کتاب ناقص مونده و اینجا هم مهر خورده. نه کتاب اینجا اسمش گذاشته اخلاقیات در حالی که ربطی به اخلاقیات نداره. بیشتر مربوط به هم اول کتاب افتاده هم آخر کتاب به نظر من. هم احتمالا وسط کتاب هم بعضی جاها صفحه افتاده. تا اینجایی که من همینجوری دیدم به نظر من میاد که این کتاب آسیب جدی دیده. اولش و آخرش که نیست. ولی موضوع کتاب رو که حالا یه مقداری باهاش آشنا شدیم، خرید و فروش در شرع هستش. خرید و فروش هستش و این دعواهای سر خرید و فروش هست یا همین دیگه بگیم کلا خرید و فروش و ملکیت. حتی میتونیم بگیم مسئله ملکیت هست در این کتاب. ملکیت در چه شرایطی داره، چجوری فسخ میشه، از بین میره و اینها رو بررسی میکنه. به نظر من مسئله ملکیت هستش. به جای اینکه بگیم مثلا اخلاقیات باید میگفتیم ملکیت یا خرید و فروش یا یه چیزی. باید اسم کتاب رو در این مایه ها میذاشتیم. متاسفانه کتاب هم از اول هم از آخرش ناقص مونده و به نظر من تا اونجایی که من خوندم، حالا دیدم که چجوری خوندم، نمیشه گفت خوندن، به نظر من در وسط ها هم بعضی جاها این صفحه ها افتاده. ولی به هر حال کتاب بسیار تخصصی فقهی ترکی هستش که با استناد به کتاب های مختلف فقهی و فتاوای قضات در اون عصری که این کتاب نوشته می شده یا قبل از اون کتاب‌هایی نوشته شده، ولی این نویسنده در اون مقطع تاریخی بر اساس اینها این کتاب رو به شکل سوال و جواب فرضی بین چند نفر که در خرید فروش ممکنه دخیل باشن، طرف‌های سود و زیان باشن، اینها رو مطرح کرده به شکل سوال و جواب داده براش.
به نظر من کتاب بسیار جالبی هست، تخصصی، خیلی تخصصی و به زبان ترکی. اگر بتونیم این خط رو بخونیم، به نظر من بسیاری از حقوق کشورهای ترک و مسلمان وارد شده، اومده جزو حقوق اجتماعی هست. ما میتونیم حالا ترکی اونها رو، معادلش رو تو این کتاب ها ببینیم. به هر حال کتاب بسیار تخصصی جالبی بود که من تلاش کردم در این 1 ساعت و 18 دقیقه باهاش آشنا بشم. بسیار هم الله تعالی رو، اولو تانره رو خیلی هم ازش متشکرم و ممنونم که به من این عمر و فرصت رو داد که با یک چنین کتاب تخصصی در زبان ترکی آشنا بشم. امیدوارم که بتونیم در روزهای آینده هم یک چنین فرصتی برای ما داده بشه، توفیق حاصل بشه که بتونیم با یک کتاب ترکی دیگر آشنا بشیم و در این زندان و تاریکی مهندسی جهلی که در 250 سال گذشته برای ما حاکم شده، یک شمعی با این کتاب‌های ترکی روشن بکنیم. روز و شب و وقتتون بخیر و